این حقیقت همینه که دین زندگی به خودش صفا داره. زندگی را نمی قدر غم و دقت های یکی به هر حالا با حرکت میکنی که خود ما حفظ کنم، همین حرکت میکنم که من همین حالا تو بگذارم مثلا همه همین دولت با چی میکنن؟ دولت همین میکنه که دوست میداریم دنیا را دوست میداریم. اگر چنده که حقیقتا در همین دین اسلام خلاص در یعنی هیچ وقت نیست که خیلی چیزی که ما را از دنیا مقصد کنده کنن، بلکه چیزی را که ما را آگاه میکنه که فریب تو نکنن. یعنی در دنیا بدن ما برادر عزیز معنی را ندارد که ما وقتی در یک جایهای آباد میسازیم یا مقصد در جایهای خوب زندگی میکنیم، یعنی این خیره، این زیان ندارم. فقط ما را همین دنیا مقصد فریب که کرد، اگر تمام توجه ما را به خودش گرفت و ما را مقصد از بندگی خدا دور کرد، خطرش همینجا، خطرش در همینجا. برای حتی از دنیا کندنم تماما هیچ رغبت به دنیا نداشتنم هیچ در یگان تاکیدهای دینی نامده که شما تماما به دنیا هیچ پیوندی نکنید، رابطه نکنید. خب اگر چند از جانب خدا و پیامبر بسید ملامت شده دنیا، لیکن حیات بردن، زندگی کردن خطا نیست برادر عزیز. فقط دل بستن و به سبب یا خاطر همین دنیا از خدا دور شدن، همینش بسیار چیزی خوف میگیم، بسیار همین چیزی خطرناکه. عزیزای خدا میگه حال دنیا را بپرسیدم من ز یک فرزانه، یک آدم بسیار دانشمند خوب گفتم دنیا را نمیگوی، دنیا چه میدونی؟ حال دنیا را بپرسیدم من ز یک فرزانه، گفت باد است یا خواب است یا افسانه. گفت باد است یا خواب است یا افسانه، یا مثال توده برف است در فصل بهار. هیچ عاقل دل نبندد با چنین ویرانه. دل نبند میگدن زیرا این رنگ یک توده برف در فصل بهاره. یک توده برف در فصل بهار من چکرش میکنن؟ آبش میکنن، آبش میکنن، میگه و تمام. برای همین یعنی همین دیکن همین صفای زندگی ما را، همین شیرینی زندگی ما را همین دکتر آویز میگه که میدونین یکم چیزی که همین شیرینی شای شما میگیره چیه؟ میگه یکم میگه چیزی که شیرینی شای میگیره همینه که شما با تقدیر الهی راضی نمیشید. وقتی آدمی که در تقدیر راضی نباشد میگه در همین دنیا همین زندگیش، حیاتش صفا نداره. ببین خوشبخت خودش احساس نمیکنه. یکی وقتی آدم اگر کم به تقدیر بده، برادر عزیز بسیار بسیار نمیگوید که یک کوه را از پشتش دور کرده بیه، همه را به تقدیر حواله کرده بخی، زیرا که خودش هم همین نیاخی. حضرت جنون میگه که نه جنبد هی جنبنده به یک سو، نه جنبد هی جنبنده به یک سو، نخواهد تا که جنباننده ای او. که شاه از پیش خود شاه از کجا شد؟ کجا سائل ز پیش خود گدا شد؟ اگر نقاش نیکان را سریشته، در اینجا زیشتان را کی نوشته؟ همه در حکم تقدیرش دوانند، و هر سوی که میخوانند روانند. به خاری سوی کافر همه بینی، مبادای فروز از شمع دینی. تقدیر برادر از یک چیزی هست که انسان اگر با تقدیر کم بده، ما همه کاری که از ابتدا تا انتها همون 4 ماه در شکم مادر ما بودیم که علاقه مقدرات ما
حالی خودش یفتگیه. و همین خاطر چیزی به سر بنده اگر میاد خواه از بدی خواه از خوبی همه در مقدرات هست. اگر ما همین را ای نزد خودش ببینیم برادران، ببینیم که صفای زندگی ای بین نمیره، صفای زندگی ای بین نمیره برادران. میگه دویم چیزی که حیات شما را خلال میتر، شیرینی حیاتتون نگرفته، میگه ای حسده. یعنی در نام پری حسد که ای یعنی همین زیقی حسد داریم آخی. همین جناب ارسطو و سقراط و افلاطون خیر که عالمای ایران قدیم بکن، همین جناب ارسطو را گفتن که چرا همین آدمی که حسد داره دویم زیقه؟ چی گفت؟ همین تو وقتش نداره، همه چیز داره وقتش نیست. گفت آخی ای دو جهتنش که یکم گفت وقتی کاراش برار نمیگیره ای طرف زیقه، با کارای کسی برار بگیره او دارم زیقه. ای دو طرف زیقه است. برای میگویی هر روزی خشده میبینه برای کاری ما دارم زیقه، برای کاری خودش دارم زیقه. دو طرف میگه ای آدم میسوزه. برای همین میگه یک چیزی که دیگری که زندگی ما را برادران شیرینی شایبه میبره حسده. یعنی در همین جامعه زندگی میکنیم حسد کمه، اینقدر حسد زیاده. در همه کاتگوری آدم حسد است، در همه کاتگوری. همین لیکن خیر نداره برادر، هیچ خیری در این نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم ولا تحاسدوا تاکید میکنه، ولا تباغضوا ولا تدابروا و کنوا عباد الله اخوانا. حضرت تاکید کرد ای امت اسلام چی درتان رسیده؟ باید دیگری که حسد داریم، از حسد باز بیستیم. ولا تباغضوا ای امت اسلام باید دیگر بغض کینه نگیریم. ولا تدابروا از یکدیگر کنار نگیرید، قهری نشین. و کنوا عباد الله اخوانا، آخه همه بنده خدا باشه، برادر باشه. تاکید میکنه آخه الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. چیزی که هیزم آتش میخوره، نیکی هاتون رو میگه حسد میخوره نابود میکنه. برای همین این حقیقتا در زندگی آدمی که حسد داشته باشه بسیار برادر عزیز میگه غم داره، بسیار غم داره. اینها چیزایی هستن برادر عزیز که صفای زندگی ما رو بین میبرن. برای همین یکی به حسد دادن در کار است. حقیقتا آدمی که اگر تقدیر تام بده، خب به هر کسی که نگاه کنه خیلی میگه خیلی در مقدراتش بده سخی. حقیقتا نوخی وقتی میگه نه جنبد هیچ جنبنده به یک سو نخواهد تا که جنباننده او که نخواهد. آخی در این آدم پسماندگی و مثل پیش رفتن دیگه اکیجا میشود. آخی همش را این نزد همون بده کن. بنده فقط باید راضی باشه. خواجه حافظ میگه گر رنج پیش آید و گر راحت حکیم. یکی مبتلا میشه درنی همین تمام خوشبختی و نیکی رو میزنی، یکی از اونجا با خلاص میشه در درنی بدبختی میزنی. گر رنج پیش آید و گر راحت حکیم نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. ایرا یاقه هیچ کس نگی، هیچ کار نگو که فلان، همه این از خودش کرد. برای همین حقیقتا برادر عزیز به تقدیر الهی راضی بدن دیگر این یکان بسیار حال ما را ثابت میکنه. بسیار حال ما را ثابت میکنه. بگیم ای بسیاری مشکلات
моро халос мекунад. Агар ба ҳамин эътиқод мо бародари азиз агар ҳаёт монад мақсад пеш барем, муқаддарота чизе бошад. ин ҳамине бародар, ҳамаи шумо ба худтон аллакай ҳалли шумо аллакай шудагие. чӣ мешин, кӣ мешин, хуб ҳар чӣ ки ба сартон меояд, ҳатто би ҳазрат мегӯяд шумо як раҳро пешгӯӣ мекунед, дар муқаддаротон ҳами ҳаст. банди патинкат ҳуй мешуд, дар муқаддарот ҳаст. ҳамаи ҳаст. خدای منامون کامل کنه و خاتمون رو با خیر کنه و وجود خدا احسان ها و خیرش رو قبول کنه. بابای حاجی حسین خدا که دوام شبو نیک کنه و خیر کنه و جمعی فرزندان خدا در پناه رحمت اسمت شما